مامان امروز برام کیک درست کن با آب نبات و کلوچه. بریم خونه باشه؟ آه جون چه عروسک خوشگلیه. چه کار داریم میکنین موقع درسه؟ ساکت. صبر کن ببینم. بازم توی دختر بهت گفتن که باید یه اعتراف بنویسی بیاری پیش من؟ نه نگفتن خانم لیپه. نمیدم. نمیخوام بدم. بریش من بده منو بغلش کنم تو رو خدا. امیلی.大丈夫メリーちゃん。ごめんなさい。なんで乱暴な子なんざます。بیا دخترم. بیاین بریم. امیلی چرا رفتی بیرون؟ یه وقت گم میشی یا؟ پس مامان من کجاست؟ برام مامانمو میخوام. بیا بریم تو امیلی، من یه عالمه خوراکی دارم. بیا بریم تو بهت بدم. بیا بریم. وای چه ماشین قرازه‌ای. جودی داری چی کار میکنی؟ زود امیلی رو بیار تو. اگه از من بپرسن از چی بیشتر از همه بدم میاد میگم از دروغ گفتن بعضی بزرگترهای اینجا. اما واسه اینکه فکر بدی نکنی باید بگم من کشیشمونی که با اون پیشونی بلند و تمیزش مثل یه فرشته نور رستگاری بهمون میده دوست دارم. از خوراکیایی که بعد از نماز بهمون میدن خیلی خوشم میاد. همینطورم به خانمای مهربون مؤسسه خیریه که ما رو دوست دارن. به خانم لیپت هم احترام میذارم. نمیدونم چرا یه جور عجیبی به ما نگاه میکنن. شاید هم به خاطر لباسای قشنگی که پوشیدی. خیلی متاسفم دیگه چیزی ندارم بهت بدم. این دستمال دوست داری؟ بیا مال تو. متشکرم ولی من اونو نمیخوام. وقتی به صورت راضی اونا نگاه میکنم احساس میکنم همه ما مثل گنجشکایی هستیم که برامون دونه میریزن. وای نگاه کن چقدر صورتتو کثیف کردی. خدای من. امیلی به خاطر دستمال از شما تشکر میکنه خانم. متشکرم خانم. وای امیلی چی؟ خب دیگه امیدوارم فهمیده باشین چقدر بعضیا دوست داشتنی هستن. منظورم اون خانمای مهربونم. تموم شد.
جودی خانم لیپت میخواد ببینتت. چی؟ اعترافمو که قراره فردا بدم. خدایا نکنه بازم یه کار دیگه داره. میخواد راجع به هیئت بازدید کننده با همون صحبت کنه. بازدید؟ هی سری وایسا وای الان متوجه اشتباه بزرگم شدم. فکر میکردم بیشتر از همه از دروغگوها بدم میاد، ولی نه، اون در درجه دوم قرار داره. این دوشنبه اول هر ماهی که من بیشتر از همه چیز ازش بدم میاد، چون یه دفعه توی این خونه طوفان به پا میشه. جودی فورا بیا اینجا. اومدم خانم لیپت. نگفتم بفرمایید. چون چیزی به وقت خوابتون نمونده حرفمو کوتاه میکنم. فردا روز بازدید هیئت مدیره است. بعد از بازدید راجع به یه موضوع تشکیل جلسه میدن. این باید امیلی باشه. خانم لیپت، امیلی تنهایی میترسه، بذاریم برم. جودی میخوام راجع به موضوع خیلی مهمی باتون صحبت خب کنم. زودتر بگین راجع به چیه؟ بهت میگم راجع به چیه. موضوع فردا درباره سر کار رفتن شما بچه هاست. ما راستاسی میتونیم بریم سر کار؟ بله همینطوره. در ضمن اینم بگم قراره یکی از شماها برای گرفتن بورس دبیرستان انتخاب. بورس دبیرستان. آخ جون، میتونم از اینجا برم بیرون. یاها آخ جون، میرم دبیرستان. آخ جون، میتونم برم دبیرستان. آخ جون، میرم دبیرستان. دوشیزه جودی عباس. بله خانم لیپت. کی گفت تو انتخاب میشی؟ من گفتم یکی از شماها. دلیل اینکه تو رو صدا کردم اینجا اینه که نمیخوام فردا هیچ مشکلی پیش بیاد. فهمیدی؟ خوب گوشاتو واکن. فردا روز خیلی مهمیه. اگه درد سری را بندازی خودت میدونی چه بلایی. من دیگه باید برم به امیلی برسم. باشه فهمیدم، تمام سعیمو میکنم. صبر کن. نمیخواد زیاد سعی کنی، فقط مواظب باش. ولی سعیمو میکنم. شاید شانس بیارم. آره شاید من انتخاب بشم و برم دبیرستان. یاهو! صبح بخیر. همتون پاشید. روز قشنگیه. زود باش بی. امیلی پاشو. پاشید دیگه. پاشید، همه پاشید. باید روز خوبی رو شروع کنیم. پاشید. بس کن دیگه، اصلا بکشم نمیخواد بکنی. ول کن. دوشیزه جودی عباس. بله. یادت باشه همیشه قبل از اینکه بیای تو در بزن. طوری شده؟ صبح بخیر خانم لیپت. اعترافمو براتون آوردم، بفرمایید. حالا از تمیز کردن اینجا شروع کنم؟ امروز روز مخصوصیه، خودم این کارو میکنم. ほんと念入りですね جودی ببخشید. ای وای. دلتنگی که بعضی صبح پیش میاد معمولا احتیاج به زمان، صبر و کار داره تا از بین بره. من که نمیتونم تحمل کنم، اما همیشه بعد از طوفان آسمان آبی و قشنگه و از همه قشنگتر رفتن به دبیرستانه. دم، 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 دم. این چه وضعیه جودی؟ هیئت مدیره امروز میان اینجا، اون وقت تو میخوای من جلوی اونا ناراحت کنی. معذرت میخوام خانم لیپت. طوفان مرتب شدید و شدیدتر میشد. جودی! آی خدا جونم، وحشتناکه. طوفان همه چی رو به هم میریزه. جودی! دیگه نمیتونم تحمل کنم. من از اینجا میرم، حتما موفق میشم. دبیرستان من اومدم.
بله باید فورا پاکش کنیم. نه دفعه دیگه باشه. حالا باید نظافت کنیم. حالا نمیتونم. از دوشنبه ها بدم میاد. باید همش نظافت کنیم چون رئیسا میان. ما هیچ کار بدی نکردیم. جودی یه چیزی برمون بکش. خیلی خوب گمونم هنوز وقت داری. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 بچه‌ها جلو نقاشی که می‌کشی دماغ و عینک و گوش آهای قیمت جون اونا رو نکن فراموش. خب حالا میتونیم ما با هم بخونیم نقاشی. ها؟ چی کار داری میکنی؟ نقاشی میکشم. میخواستم اینو پاک کنم ولی نه. میشه بگی این شکل کیه کشیدی؟ بالاخره بعد از ظهر کم کم طوفان آروم گرفت. مهمونام اومدن. بهنوان خانه جانگریه خوش اومدین. خیلی از آمدنتون سپاسگزارم. خانم ها آقایان خیلی خوش آمدین. لطفاً از این طرف بفرمایید. 健全な合衆国国民を育て上げる目的で設立されました。立派な精神ですこと。خوش آمد. امیدوارم اینجا بهتون خوش بگذره. ما هم امیدواریم. خیلی ازتون متشکرم آقا. خانم لیپت چای حاضره. همه چی برای پذیرایی آماده است. خوبه خیلی خوبه. خب بچه ها حواستون رو جمع کنین. چیزی به وقت چای مهمونا نمونده. امیدوارم درست ازشون پذیرایی کنین. مخصوصا تو جودی. چشم. هیچ دلم نمیخواد اتفاقی بیفته. درست فهمیدین؟ بهتره به فکر گرفتن بورس دبیرستان باشین. با تو هم هستم سادی. قول میدم سعیمو بکنم خانم لیپت. منم سعیمو میکنم خانم. منم همینطور. جودی مهم نیست کی بهت چی میگه. سعی تو بکن تو حتما موفق میشی. خیلی متشکرم خانم استر. سلام. متشکرم. به خیلی متشکرم. متشکرم. چند سالته؟ 13 ساله. به هر حال به نظر من اون چه برای بچه ها مهمه حفظ نظم و طرز رفتار. حق با شما ستر سیلوس. اجازه میفرمایید؟ آی ببخشید. شاید در مورد طرز رفتار سر سیلوس بتونن کمکمون کنن. بله همینطوره خانم، چون من یک نظامی هستم و به خوبی به نظم و طرز رفتار صحیح آشنام. این دفعه سعی خودمون میخوام. من خیلی معذرت میخوام. الان میرم یکی دیگه براتون میارم. جودی به اندازه کافی خرابکاری کردی. دیگه بسته. بله خانم. جودی ممکنه بگی چی انقدر خنده داره؟ صورت من شرم آوره این بچه عجب رفتاری داره. خجالت آوره. خیلی معذرت میخوام. لطفا بفرمایین از این طرف. ما اینجا لباس اضافی براتون داریم. خیلی متاسفم. معذرت میخوام. دوشیزه جودی ابوت. بله خانم لیپت. جودی حتما میدونی چی میخوام بگم. زود برگرد تو اتاقت و در رفتار تجدید نظر چشم کن. خانم لیپت.
خانم این چه مزیه؟ خیلی متاسفم. اینجا ما هیچ رو ادب و ببخشید. نزاکتی وجود نداره. اصلا قابل تحمل نیست. من دیگه منم میرم. سر سیلوس. جودی 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 میشه بیای برام کتاب بخونی؟ نه امیلی نمیتونم. نه امشب نمیتونم. جودی تو چت شده؟ دلم کن. جودی جودی خانم ریپت میخواد ببیند. خدای بزرگ. میتونی بیای تو، در بازه. خانم لیپت میخواستیم منو ببینین. امیلی ممکنه باز گریه کنه. اگه از این اتاق الان بری بیرون جودی تمام عمرت پشیمون میشی. خواستم بیا اینجا تا درباره اعترافت باد صحبت کنم. باید بگم این اعتراف تکلیف زندگی تو روشن کردی. خانم لیپت تو رو خدا بگین قراره من یه آشپز بشم یا یه خدمتکار؟ برای من که خیلی عجیب و نگران کننده است، ولی بالاخره باید بهت بگم دوشیزه جودی ابات تو انتخاب شدی. پس من یعنی گفتم بورس دبیرستان به تو داده میشه. تو موفق شدی جودی ابات. چی؟ رئیس هیئت مدیره بعدن اومد و اعتراف تو رو خوند. به نظر من اون باید آدم شوخی باشه. در هر صورت خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود. پس یعنی منم که میرم دبیرستان؟ خدای ازت متشکرم. میشه همین الان برم؟ آروم باش. میتونم از اینجا برم بیرون. میخوام از اینجا برم بیرون. وای اون داره میره؟ آره جودی گوش کن چی میگم. اون یه شرط برات گذاشته. باشه قبول دارم. باید ازش تشکر کنم. صبر کنید میخوام تشکر کنم. میخوام تشکر کنم. صبر کنید. شما کی هستین؟ میخوام بدونم کی منو میفرسته دبیرستان. تو رو خدا صبر کنید. صبر کنید. وای چه پاهای درازی داره. فهمیدم شما باید بابا لنگ دراز باشی. بابا لنگ دراز متشکرم. جونم من میرم دبیرستان. جونم